آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. I was raised in a Christian household. I taught Sunday school and was a choir director. من در یک خانواده مسیحی بزرگ شدم ولی هیچ وقت احساس آرامش نکردم. هیچ وقت حس نکردم راهی رو که میرم درست باشه. تقریباً 1 سال پیش شروع کردم به تحقیق درباره دین اسلام و شهادتین رو در ماه ژوئن در نیویورک گفتم و بعدش هم دوباره در دادگاه شهادتین رو گفتم که رسمی تر بشه. I found Islam. من دین اسلام رو پیدا کردم چون که گم شده بودم. بین دین‌های مختلف گیر کرده بودم. خدا ناباوری، ندانم گرایی و خیلی چیزای دیگه که نمیدونستم کدومش بهتره. یک همکار داشتم که به هم قرآن رو داد که بخونم. I found a lot of peace in it. It's like this is what was right. There were no contradictions. من در قرآن صلح و دوستی رو پیدا کردم و مطمئن شدم که راه درست همینه. هیچ موضوع بدی در قرآن ندیدم و قطعاً راه درستی بود. I dress better. I feel better. من از وقتی که مسلمون شدم پوشش بهتری دارم، حسهای بهتری دارم و با قبل خیلی خیلی متفاوت هستم. خوراکم خیلی بهتر و مناسب تر شده. خشمگین نمیشم، تنهایی رو حس نمی کنم، بلکه این رو حس می کنم که در زندگیم یک رابطه با هدفم دارم و هدفم رو خیلی بهتر شناختم. من 1 ساله که از 26 سال پیش خیلی بهتر زندگی می کنم. Even if you don't feel 100% that there's the existence of God, حتی اگر خدا رو نمیبینیم مطمئنیم که وجود داره، همیشه با ماست و ما رو تنها نمیذاره و میتونیم همیشه هنگام مشکلات خدا رو به یاد بیاریم. اینطوری همه چی برامون آسون میشه و هر اتفاقی که میفته هر چقدر هم که بد باشه حکمت و دلیل. اشهد ان اله الا الله اشهد ان محمد عبده و رسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.